احتمال میتوان گفت که این اولین دعایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز پیش خواندند. ایشان این دعا را در وقت نماز میخواندند و آن را 10 باری میخواندند. 10 بار. الله اکبر. حدیثی که از عایشه رضی الله عنها روایت شده است و در این حدیث گفته شده است که کان اذا هب من اللیل، بار رسول الله صلی الله علیه و سلم ناگهان در سیک آخر شب و یا نصف شب بیدار شدند. خلاص پیامبر شب بیدار شدند. ببینید که این حالت را چگونه وصف میکند. هب ریح، مثل شمال سخت. پیامبر ناگهان بیدار شدند. کبر و گفتند الله اکبر. پیامبر گفتند کبر 10. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، همین طور 10 بار. سپس حمد 10. الحمدلله 10 بار و باز سبحان الله و بحمده 10 بار. بازشان گفتند سبحان الملك القدوس 10 بار و بعد استغفر الله، طلب بخشش گناه ها 10 بار. بعداً هلل 10 بار، یعنی گفتن لا اله الا الله 10 بار. الله اکبر. شما تنها به مقدمه این دعای مؤثر نظر کنید که پیامبر آن را میکردند و همه این در نماز، در اول نماز روز. سپس پیامبر علیه السلام چنین گفتند اللهم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و من ضیق یوم القیامه. و پیامبر این دعا را 10 مرتبه تکرار میکردند. ثم یفتتح صلاته، و بعد به خواندن سوره فاتحه شروع میکردند. بعد سوره دیگر را ضم کرده نمازشان را ادامه میدادند. دعایی که پیامبر 10 باری میخواندند یا الله بر تو پناه میبرم از ضیق دنیا، از تنگی حیات این دنیا. چیست این تنگی حیات این دنیا؟ مشکلی ها، خاطر پریشانی، بیماری ها، درد و غم، همه این دشواری ها و تنگی حیات این دنیاست. وقتی که به شما چنین می نماید که گویا شما توسط سیروخی سوزن نفس می کشید، زمانی که روح شما نفسگیر می شود با کوشش کرده گرفتن حدی اقل یک کم هوا، زمانی که حسیات شما الکی در حد نهایی رسیده است، زمانی که دیگر قوت ندارید و در بین دستان الله ایستاده اید، شما می گویید الله اکبر همین طور 10 بار، الحمدلله 10 بار، سبحان الله و بحمده 10 بار، سبحان الملك القدوس 10 بار، استغفر الله 10 بار، لا اله الا الله 10 بار. و سپس می گوید اللهم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، بار الهو بر تو پناه می برم از تنگی این دنیا. یعنی یا الله برایم آسانی بده، برایم آسانی بده. عیناً وقتی خواندن این دعا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از خواب بیدار شده این دعا را می خواندند. ایشان این دعا را 10 مرتبه تکرار می کردند و این خودی پیامبر، پس چی رسد به ما؟ چند مرتبه باید شب و روز ما آن را تکرار کنیم؟ بعد از این ایشان گفتند و ضیق یوم القیامه، حیات آخرت را نیز فراموش نکنیم. در آنجا همه چیز دشوارتر از حیات دنیوی خواهد بود. از این رو ایشان گفتند بار الهو مرا از تنگی و دشواری های آخرت نگه دار. این تنگی و دشواری های آخرت چیست؟ زمانی که انسان می میرد و در قبر گذاشته می شود، الله اکبر، این یکی از دشوارترین لحظه هایی است که همه ما آن را از سر می گذرانیم. این سختترین فشردن است که هر شخصی که در قبر گذاشته شده است از سر می گذراند. الضمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد رضی الله عنه. پیامبر علیه السلام فرمودند اگر کسی که از این فشردن قبر نجات میافت، اگر کسی که از این فشردن قبر نجات میافت، پس این سعد ابن معاذ بود، الله از او راضی باشد. همان صحابه‌ای که از مرگ او عرش الله به لرزه درآمد. نه این که از غضب الله بالای مرگ سعد، بلکه از انتظاری دیدار با روح سعد. زیرا ارواح شهدا یعنی شهیدان در ذوب پرندگان سبز زیبایی که در بالای چهارچراغ‌های تصویر نشونده گرد عرش نشستند قرار دارد. این پرندگان به طور آزاد پرواز میکنند. پس اگر کسی که از این فشردن قبر نجات میافت، این سعد ابن معاذ رضی الله عنه بود. علما رحمهم الله میگویند که برای مؤمنان این فشردن قبر مانند آغوش سخت مادر خواهد بود، آغوشی پر از صلح و آرامی.
و برای کافران این فشردن قبر یک قوه طاقت فرسا خواهد بود که استخوانها را با گوشت آمیخته میده می کند. ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله ونعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة.